بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان و مهتران، با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل از شبکه جهانی وصال حق در خدمت شما خوبان و سروران هستیم در یکی دیگر از موضوعاتی که در هفته گذشته آغاز کردیم و انشاءالله در این هفته هم در این برنامه به همراه جناب دکتر این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. در برنامه گذشته از راه دور صدای جناب دکتر و تصویرشون رو داشتیم، آخرش که صدا هم کم کم دچار مشکل شد و مجبور شدیم که ارتباط رو قطع کنیم. الحمدلله این برنامه جناب دکتر تشریف آوردن داخل استودیو، بار سفر به جان خریدن، قدم رنجه فرمودن، قدم بر دیدگان ما گذاشتن، افتخار دادن، اومدن استودیو وصال حق تا از نزدیک با کیفیتی بیشتر و بهتر و حضور مستقیم ایشون برنامه رو به همراه شما عزیزان ادامه بدیم. من از طرف شما بینندگان عزیز و به نیابت از شما، ما که یک نیم ساعتی هست نشستیم همینجا داریم با هم اختلاط میکنیم، از طرف شما و به نمایندگی از شما خدمت جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام و خوش آمد میگم. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی ممنون. اگر اجازه بدید بنده هم عرض سلام و ادبی داشته باشم خدمت بینندگان عزیز. حقیقتش باعث خوشحالی بنده بود وقتی که شما اشاره کردید و از شما بود اشاره از من به سر دویدن که خودم رو در اینجا برسونم و در خدمت بینندگان عزیز باشم. امید است که انشاءالله بتونیم در این لحظات گریهی از برخی از خانواده ها بکشاییم و همه ما هم به هر حال یک روشنگری بشه برای اصلاح جامعه. آمین آمین. در برنامه گذشته اگر همراه ما بوده باشید عزیزان، ما در موضوع طلاق سخنی رو آغاز کردیم، موضوعی که تلخ است، شنیدن نامش تلختر خواهد بود، تجربه جدایی و فراق حاصل از طلاق. و در موضوع طلاق نیازمند این هستیم که ما مقداری دید خود رو نسبت به حقیقت این امر و کیفیتش و چگونگیش و تبعاتش و اصلا خود طریقه اجراییش و نحوه تعامل قبل از طلاق، در هنگام طلاق و در اون فاصله‌ای که طلاق صورت میگیره، در بعد از طلاق با موضوع طلاق چگونه باشه، همه اینها رو ما نیاز به این داریم که یک بررسی جدیدی داشته باشیم و یک دید صحیح و سالمی داشته باشیم نسبت به طلاق. جناب دکتر در برنامه گذشته به تفصیل درباره پروژه طلاق و پروسه طلاق به تعبیر دقیق‌تر صحبت فرمودن که طلاق اگر از ازدواج مهمتر نباشه و مراحلش بیشتر نباشه کمتر نیست. همونجوری که ما در موضوع ازدواج به سادگی و به راحتی هر کی آمد در یک فضای نشست و همینجوری اومد و خواستگاری کرد و گفت آقا من فلانی رو میخوام، اون خانواده دختر علل خصوص به راحتی قبول نمیکنن که بگن خب بسم الله بیا دستشو بگیر و برو خدا خیرتون بده و زندگیشون رو شروع بکنن. یک شناخت اولیه نیاز هست، یک مراحلی با اسم خواستگاری و یک سری آداب و رسوم خاصی داره از خودش. بعد از اون باز دوباره یک مرحله دیگری برای پاسخگویی است، باز بعد از اون یک مرحله دیگری به اسم عقد صورت میگیره، باز بعد از اون یک مرحله دیگری به اسم دوران نامزدی هست که باز یک سری اخلاق و رفتار و آداب خاص خود رو میطلبه. بعد از اون باز مراسم ازدواج رو ما داریم که بعد خود مسئله ازدواج و کم و کیف ازدواج و چگونگی برگزاری ازدواج و مراسم ازدواج و آشنایی اطرافیان و دعوتی ها و خبرها و اون خودش باز سر و صدای خاص خودش رو داره. بعد از ازدواج باز برای موفقیت ازدواج شناخت متقابل، اولویت های ازدواج، شرایطی که بعد دو نفر با هم داشته باشن، تشکیل یک زندگی مشترک، یک فضای جدید و همه این موارد رو ما در موضوع ازدواج داریم. موضوع طلاق رو اشاره کردن جناب دکتر که مهمتر از موضوع ازدواج هست. اینطوری نیست که ما همینجوری تقی به تقی بخور و بگیم آقا خلاص
طلاق و طلاق و طلاق و پاشو برو خونه بابا تو دیگه نمیخوام تو فلان و فلان. به همین سادگی متاسفانه آنگونه‌ای که در برخی از مناطق ما مشاهده میشه با طلاق برخورد میشه، این برداشت یک برداشت اسلامی نیست، این عمل یک عمل انسانی نیست، حتی چه برسه که بخوایم این رو در چارچوب شرع مقدس اسلام معرفیش بکنیم و نسبت بدیم به شرع مقدس که از بین بردن یک رابطه، قطع یک ارتباط رو ما به این سادگی بیایم و قطعش بکنیم. برای وصل کردن اونقدر ما تلاش میکردیم و صبر میکردیم و تحمل میکردیم و فکر میکردیم و همون رو که بحث کرده بودیم گره زده بودیم، دو نخی رو که گره زدیم تا به هم نزدیکتر بشن دو طرف این نخ، الان به راحتی قیچی برداریم و ببریم و قطع بکنیم یک پیوند عظیم رو، یک رابطه‌ای که الله تعالی میفرماید میثاقا غلیظا، یک میثاق، یک عهد، یک پیمانی که باید روی اون خیلی بیشتر از اینها صبر میشد و استقامت میشد. از عوامل طلاق صحبت شد و برخی از عوامل رو بهش اشاره کردیم، در عواملی که به هر حال میتونه انسان در این باب اول قبل از اینکه اصلا بحث طلاق مطرح بشه، حالا اینکه ما چگونه طلاق بدیم دوباره انشاءالله اشاره مختصری بهش خواهیم داشت که خود اسلوب طلاق چگونه باشه، اصلا چه موقعی ما اجازه داریم که فکر بکنیم به واژه طلاق و فکر طلاق و انگیزه طلاق ایجاد میشه. آیا به مجرد این که من نوعی با همسر خودم دچار یک مشکلی شدم بس به این معناست که من در انتخاب خودم اشتباه کردم و این مرد رویاهای من یا زن رویاهای من نبود و دیگه الان این پایان زندگی ماست، دیگه باید تمومش بکنم، دیگه باید من نمیتونم تحمل بکنم، باید حتما ازم جدا بشیم، یا نه بعضی از موارد رو باید واسه صدر بیشتری تحمل بکنیم و مقداری دید خودمون رو نسبت به این مسائل بیشتر بکنیم. درباره این موارد صحبت میکنیم که وقت برنامه به پایان رسید که چه عواملی میتونه انگیزه‌ای باشه برای طلاق، یعنی چه موقع، ساده تر صحبت کنیم، چه موقع من نوعی اجازه دارم به طلاق فکر بکنم. مشکلاتی در زندگی ایجاد شده، الان کدوم یکی از این مشکلات میتونه سبب و انگیزه‌ای باشه برای اینکه من الان تازه شروع بکنم و فکر بکنم به طلاق دادن، نه که طلاق بدم در جا. یعنی این میتونه یکی از انگیزه هایی باشه که مسئله طلاق مطرح بشه و مورد بررسی قرار بگیره. در همین باب صحبت میکردیم که به یکی از موضوعات، حالا انشاءالله جناب دکتر اشاره بیشتری در این باب خواهند داشت. جناب دکتر، من خلاصه ای از آنچه رو که از شما آموخته بودیم سعی کردم برای عزیزانی که شاید همراه ما نبودن در این برنامه مطرح بکنیم. عوامل طلاق رو، مهمترین ها رو اشاره می‌فرمودید، ادامه موضوع باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. همونطور که شما اشاره فرمودید، قضیه طلاق به مراتب مهمتر هست از پروسه ازدواج. ما متاسفانه پروسه ازدواج رو مشکلش کردیم، خیلی براش به اصطلاح شاخ و برگ درست کردیم، خیلی سد راه‌ها گذاشتیم جلوی رومون، در حالی که اصلا اساساً طلاق یک پروسه‌ای است که اصلا ابغض الحلال هست. یه چیزی هست که اصلا تصورش، اگر ما به اصطلاح تصور دقیقی از طلاق در جامعه می داشتیم و شیوه درست طلاق رو تفهیم می کردیم و فرهنگ سازی می کردیم برای جامعه، الان از این به اصطلاح برنامه طلاقی که هست، آمارای طلاقی که هست، شاید بیش از 95% از اینها کلا منتفی می شد. اتفاق نمی افتاد اصلا. و ما دیگه مجبور نبودیم که امروز بیاییم قانون بذاریم، قانون به اصطلاح دادگاه‌های نمیدونم قضایی خانواده رو بیاریم قانون بذاریم، بعد از 6 ماه بیایم باز قانونا رو تبصره بزنیم روش، بعد از 6 ماه بعد بیایم مثلا کلا عوضشون کنیم. موندیم که چه کار کنیم، هی آمار میره بالا و بالا و ما هیچ راه حلی جلو رومون نیست. همش برمیگرده به اینی که ما اصلا پایه اساس برنامه‌ریزی فرهنگیمون اشتباهه. ما نه اصلا ازدواجمون اسلامی هست، اصلا ازدواج اگر بر مبنای اسلام و فهم و شعوری که دین برای ما گذاشته باشه اصلا به امکان نداره به طلاق بکشیم. خیلی نادر، خیلی به اصطلاح 1/1000 شاید مواردی پیش بیاد که به اصطلاح انسان پاش بلنگه، اما در حالتهای عادی این اتفاق نخواهد افتاد. اما چون که ما اصلا مبنای ازدواجمون غیر اسلامی هست، مبنای ازدواجمون ببینید وقتی پروسه ازدواج مطرح میشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میفرمایند؟
اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اگر کسی اومد پیش شما خواستگاری، شما از دینش مطمئنید، بله. از اخلاقش مطمئنید، راضی ازش، راضیید، اخلاقش هم درست، دیانتش هم درست، ازدواجش بدید. اگر ازدواجش ندادید چی میشه؟ تکن فی الارض فتنة و فساد کبیر. خب یعنی چی؟ ببینید در اینجا هیچ حرفی از عشق و عاشقی نیست، از دوست داشتن و محبت و رویاها و به اصطلاح حرفای رومانسی نیست. این چیزی که ما اصلا اشتباه فهمیدیم، اصلا به خورد ما دادن فرهنگای بیگانه، افرادی که به اصطلاح فیلم‌هایی میسازن، نه شعور علمی دارن، نه بار اجتماعی درستی دارن، نه نمیدونم از روانشناسی و جامعه شناسی چیزی سر در میارن. یه بچه سوسولی اومده از نمیدونم یه جایی، یه مقداری عشق و عاشق فیلم برداری، از یه فیلمی رو طراحی کرده، یه حرفای پوچی رو به اصطلاح گذاشته رو دهن مردم و اینو میده به خورد جامعه ما، جامعه هم دنبالش راه افتاده. خب اینه که به اصطلاح راه به کربلا بردیم به اصطلاح، یا راه به چا بردیم. خب این مسئله باید خیلی روشن بشه، خیلی واضح بشه، جامعه باید درک کنه قضیه پروسه ازدواج بر این مبناست که آقا کسی اومد اخلاقش 20 یا ما راضی هستیم، خب دیانتش خوبه ما راضی هستیم. این از چی؟ از جبهه به اصطلاح خانم ها. میایم پیش آقایون شما به اصطلاح برنامه ازدواجیتون چیه؟ میفرمایند بله همونطور که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که تنکح المرأة لاربع. زنا غالبا 4 مورد هست که به اصطلاح مد نظر افراد هست برای ازدواج با یک خانمی. یکی زیباییش هست، بله. یکی مال و ثروت و وضعیت اجتماعیش هست، یکی حسب و نسب و به اصطلاح جایگاه اجتماعی و خانواده و نوعیت و اینا هست، و یکیش هم دیانتش هست، خب پابندی به دینش. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به آقایون توصیه میکنند که مهمترین نقطه باید پیشتون دیانت باشه. دیانت رو ملاک بگیرید، بعد از این که از دیانتش رضایت کسب کردید، حالا به موارد دیگه چقدر توجه میکنید این میل خود شما، اما مهمترینش دیانت هست. حالا دیانتش مشکل داره، نه مالش به دردت خواهد خورد، نه زیباییش و نه حسب و نسبش. مالش فردا اومد مالش رو از دست دادن، به اصطلاح زلزله‌ای شد. این آپارتمانایی که شما چشم داشتید به آپارتمان‌های پدرش، میراثش همه رفت زیر خاک. یک شب انسان برشکست میشه، بر مناش هوا رفت. نمیدونم زیباییش آقای مشکلی پیش اومد، نمیدونم زیباییش از بین رفت، نمیدونم زیباتر از اون رو دیدی، خب این به اصطلاح از چشمت رفت، نمیدونم از این حرفا. خب همچنین به اصطلاح موارد دیگه. پس در این پروسه‌ای که اینجور گذاشته میشه بر مبنای چی؟ اخلاق و دیانت. اینو ما درست کردیم. سوال پیش بیاد جناب دکتر، خب مثلا آیا نیاز نیست برای پررنگ کردن و استحکام بیشتر خانواده محبت و عشق و صفا باشه و صمیمیت؟ عشق و صفا از اینجا دیگه شروع میشه. یعنی این پایه‌های ایجاد محبت و عشق. دقیقاً یک عشق ماندگار. ازدواج در واقع یک پروسه استثماری است که ما همدیگر رو شناختیم. مثل من میخوام با شما تجارت کنم، در ابتدای کار چی مواردی ملاک هست؟ آیا این ملاک هست که من شما رو دوست داشتم؟ من که اصلا شما رو نشناختم چطور دوست دارم؟ چطور میتونم به شما عشق بورزم وقتی که شما رو نشناختم؟ تازه ما داریم به اون مرحله اول شناخت میرسیم، به اون مرحله‌ای که دیگه بعدش عشق شروع میشه. خب بعد از این پروسه ما مرحله‌ای میشیم که دیگه منیت‌ها تموم میشه، ما شروع میشه. ما شدیم یک کیان مستقل، در همدیگه ذوب میشیم، عاشق همدیگه میشیم، محبتمون اون درجه ای میره که دیگه الان کل اطرافیان اینقدر پررنگ نیستن برای ما که خودمون برای خودمون پررنگیم. یعنی اگر هر موردی پیش اومد این زنمه، عشقمه، محبتمه، حالا مریض شدم عشق و محبتمه، نمیدونم افتاد و دست و پاش شکست و شل شد خدای نکرده بازم عشقمه محبتمه. خب ما یک بوته گلی رو در داخل گلدان مناسب با خاک مناسب گذاشتیم و روز به روز تو شاهد شکفته شدن گل‌های این محصول است و بیشتر هم بهش علاقه‌مند میشیم، بوی خوشش، رعایتش، رسیدگی به اون، همه اینا. خب اومد خدای نکرده این مسئله به مرحله‌ای رسید که نه ما با هم سازگاری نداریم. خب اونجا باز پروسه طلاق مطرح میشه. در ازدواج خیلی به سادگی ما ازدواج کردیم،
رفتیم آقا، شکل و شمایل طرف رو دیدیم، خوشمون اومد، دیانتش هم خوب بود، به ما راضی بودیم، اونا هم از اخلاق و به اصطلاح دیانت ما راضی بودند، ازدواج صورت گرفت به همین سادگی. خب مدت زمانی هم شاید در بر نگرفت. اما در پروسه طلاق اینجور نیست. الان ما اصلا دو خانواده، دو فامیل، دو نمیدونم چی بیگانه بودیم، با ازدواج اومدیم الان شدیم یک خانواده بزرگ. الان خیلی تبعات دیگه پیش اومد. خب دو تا فامیل با هم در واقع ازدواج کردن، دو تا فامیلی که کلا با هم بیگانه بودن شدن خیش. خب به اون مرحله از خویشاوندی رسیدن که مادر خانم من شد مادر من در کل. حالا الان به اصطلاح من با خانمم میخوام بسازم، میخوام نسازم، خانم میمیره، نمیدونم طلاق واقع میشه، مادر خانمه. تا روز اینکه خانم من باشه یا نباشه، مادر خانم من محرم منه، مثل مادر من. دقیقاً تا روز قیامت. برای اینکه دخترش نباشه پیش من. اصلا دخترش طلاق دادی و رفت اونو، اما مادر خانم میمونه. خب روابط ببین هنوز تا آخر دنیا من باید به پدر دامادم پدر میمونه. دقیقاً. برای اینکه خود داماد نیست اصلا، داماد وفات کرد، نمیدونم طلاقش داد، فلان داد، این پدر اون مرد محرم این دختر باقی مانده همچنان، پدر داماد. این یه موردش هست. حالا روابط اجتماعی که به اصطلاح پیش اومد، ما با هم خویش شدیم، فلان شدیم، الان میبینیم که الان هر جا میری یه طرفی رو میبینی تو یک کشور دیگه، تو یه جای دیگه، آقا بچه کجایی؟ میگه بچه فلان جا. نشناختم، میگه من پسر خاله عموی خانم آقای سلیمانی هستم. خب شد اصلا طرف یه قبیله یه کشور دیگه شد چی؟ خویش آقای سلیمانی. یعنی یک روابط اجتماعی بسیار گسترده‌ای تشکل پیدا میکنه. بر همین مبنای ازدواج آقای سلیمانی خب دو تا خانواده آشنا شدن، فلان آشنا شدن، یک کسی دیگه باز اومد از خویشای آقای سلیمانی، از خویشای زن آقای سلیمانی اومد از خویشای آقای سلیمانی ازدواج کرد. خب این دو تا خانواده‌ای که کلا با هم بیگانه شدن، نزدیک شدن، در این به اصطلاح 5 6 تا 10 تا ازدواج صورت گرفت. اصلا طرف خیلی از این آقا خوششون اومد، دختر دیگه رو هم بهشون دادن. اصلا خوششون اومد از این خانواده، اینقدر با هم صمیمی شدن که آقا ازشون باز دختر گرفتن. خب خانواده به هم یک اشتباه، یک لغزش، یک طلاق، همه اینا رو تحت شعاع قرار میده. همه باز امکان داره که به اصطلاح روابط تیره بشه، نمیدونم دعواها بشه فلان. در حالی که جناب دکتر اگر ازدواج صورت نمیگرفت، ما وقتی خواستگاری رفتیم اتفاق خاصی نمیافتاد، یعنی از این روابط هیچ خبری نبود و هیچ وصلتی صورت نگرفت. وصلتی صورت نمیگیره، واقعا رفتیم ما رو قبول نکردم، خداوند بهشون شوهر بهتر بده، به ما زن بهتر بده، تموم شد رفت. اما الان دیگه دشمنی شبکه‌ها و روابط اینا باید پس یک پروژه بزرگ هست. حالا الان اومدیم و تو این به اصطلاح ازدواج چند تا بچه هم بود که دیگه باز گره کورتر میشه. اینجا که اصطلاح خیلی حرفه. خب روابط خیلی صمیمی‌تره به اصطلاح باید باشه و اصلا قضیه طلاق همونطور که دفعه پیش هم اشاره کردیم از قضیه مرگ و میر خیلی سخت‌تره، برای فرزندان خیلی مشکل تره. وقتی آقا طرف وفات کرد این دوتا خانواده از هم گسیخته نشدن، بلکه خیلی به هم نزدیکتر شدن، گرمتر شدن، عاطفه بیشتر شد، احساس محبت بیشتر شد، همه همدردی میکنن، همه احساس میکنن که مسئولن در مقابل این خانواده ای که به اصطلاح مادر از دست داده یا پدر از دست داده. همه الان احساس میکنن پدر بزرگا، مادر بزرگا، نمیدونم خویشا، اینا همه مسئولن در مقابل این فرزندان یتیم. در حالی که در به اصطلاح طلاق حالا خاله میشه نمیدونم دشمن، عمه میشه دشمن، عمو و فلان و همه کاسه کوزه به هم میریسه. اینه که اسلام در واقع یه راه حل گذاشته، یک راه حلی که برای به اصطلاح همچین گراهای کور، یعنی خیلی زیباست که اگر ما بیایم مثلا طلاق رو تشبیه بدیم به چی؟ به اون دری که تو هواپیماها میذارن، چند تا در میذارن، اینا درهای حالتهای اضطراریست، بهتون میگن آقا همین که به این درها نزدیک نشید، دست بهش نزنید، بهش تکیه ندید، نمیدونم هیچ، اصلا بهش طرف چپ نگاه نکن، مگر اینی که هواپیما افتاد تو دریا، اون وقت دیگه مجبورید که دیگه بزنید این درو بشکنید و
به اصطلاح خودتون رو نجات بدید. همچین حالت‌هایی هست قضیه طلاق. خیلی برای همینه که ملت‌های دیگه خیلی مشکل دارن. مسیحیت وقتی میاد میگفت که آقا طلاق نیست، یعنی چی؟ طلاق نیست نتیجه از چی است؟ مرد زنش رو نمیخواد، آخر باید بکشدش، پس شرش راحت بشه. طرف اومد، البته جوکی تعریف میکنم، آقا مسیحی اومد از دست زنش به تنگ اومده بود، هر کاری میکرد خب راه حلی هم نبود، میرفت کلیسا و این ور اون ور نمیشد، حالا نمیشه هم بکشدش، نمیشونه هم فلان. اومد رو یکی گفت آقا اگه مسلمون بشی خب زن طلاق میشه خود به خود. خب اومد گفت خانم الحمدلله راه حلی پیدا کردم که از شرت راحت بشم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مسلمون شدم. زنه گفت پس فکر کردی من تنها میذارمت؟ منم اشهد ان لا اله گفت خب حالا که اینجور شد خب مسلمون شدیم الحمدلله، راه حلی که هست طلاقت میده. خب همچین حالتی از مثلا که خداوند متعال یک همچنین فرصتی رو گذاشته در حالت‌هایی که به اصطلاح هیچ راه حل دیگه ای نیست. وجود طلاق در همچنین مواردی بهتره از چی؟ از زندگی مشترک. در همچنین مواردی که به اینجا میرسه طلاق راه حل است. خب یه درمان است. طرف یک حالتی هست که دیگه باید یا بمیره یا باید یک عضوشو قطع کنه. خب اینجاست که باید عضوشو قطع کرد برای حفاظت از به اصطلاح نجات باقی بدن. اگر همین حالت نباشه، همین حالتی که به اصطلاح حالت جنگی هست توی خانواده، اگر طلاق نباشه ضربه‌ای که به خانواده و به فرزندان میخوره به مراتب بیشتر از ضربه‌ای است که با عدم وجود طلاق میخوره. فرزندانی که در همچنین خانواده متزلزلی به بار میان، اینا چی میشن؟ همشون الگوهای نامناسبی برای زندگی. واسه همینه که هر وقت رفتید خواستگاری دیدید این خونه مشکل داره، باید وزن بچه‌تون رو بسنجید. برید بسنجید که بچه‌تون چند کیلو عقل داره. اگر میتونه در این خانواده، از این خانواده که ازدواج میکنه که مشکل داشتن، میتونه با این جو بسازه، میتونه این دختر یا پسری که از همچین خانواده میاد این رو بگیره به اصلاحش کنه، خودش ذوب نشه در این فضا، خودش رو نبازه، چون که این طرف که میاد از همچنین خانواده این رو باید به عنوان یک آدم آن نرمال، به عنوان یک کسی که یک مشکل روانی شبه روانی داره این رو تلقی کرد. چرا که یک الگوهای بسیار خرابی رو دیده، تا نکنه که فردا بیاد همون کپی برداری بکنه، بیاد مثل باباش بشه یا مثل ماماش باشه که به اصطلاح یک زندگی ناسازگاری داشتن. حالت عادی نداره. حالت عادی نداره. اینه که به اصطلاح باید دو این پروژه طلاق خیلی روش فکر کرد. واسه همینه که اسلام خیلی سخت گرفته. ما که به اصطلاح ظرف یه هفته دختر رو انتخاب کردیم و ازدواج کردیم و همه چیز به خیر و عافیت گذشت، الان اگر میخوایم طلاق واقع بشه، آقا طلاق اول 3 ماه میخواد. 3 ماه طرف رو طلاق داده، باید 3 ماه تو خونه با هم زندگی کنن، به عنوان 2 تا نامحرم تو یه خونه زندگی میکنن و همه ی حقوقی که به اصطلاح مرد داره زن ایفا میکنه، غذا درست کردن و خونه رو اداره کردن و رسیدن به بچه ها و فلان، و مرد همچنین، و در طول این 3 ماه دست به زن نمیزن. فقط همین که دست زد بهش تموم شد، طلاقش باطل شد. حالا نه اجازه ای از پدر و مادر میخواد، نه همین و فلان اینا. خب این یه مدت زمان کمی نیست. 3 ماه زیر یک سقف زندگی کردن با یک زنی که هر روز باز میاد خودشو خوشگل میکنه، به اصطلاح رژه میره، هنوز محرم هستن، شیوه پوششش نمیدونم فلان و عطر میزنه، میاد از جلوش ویراژ میده، حرفای خوش میزنه، نمیدونم شعرهای عاشقونه میخونه، دلربایی میکنه. خلاصه کنم اینو داره میبینه و مرد حالا یه هفته تحمل کرد، 2 هفته تحمل کرد، میتونه 3 ماه تحمل کنه. الان یه موردی هست که بله دیگه به اصطلاح تیغ رسیده به استخون،
با وجود گذر این زمان و تمام آن اتفاقاتی که به هر حال ذکر شد، این شخص با این حال در دلش احساس جدیدی به وجود نمیاد نسبت به دقیقاً. همسرش. چون که اصلا کلاً یک وقتی که طلاق مثل یک چی هست، مثل یک بمب اتم است. وقتی تا نخورده به سر کس میگه آقا بمب اتم چیه، چه ضرر داره، مثل نمیدونم مین تانک است فلان است، چیشو نمیفهمن. خاصه خانما تا منفجر میشه، منفجر که میشه خانمه وحشت میکنه. یعنی طوری میشه که بعضی اصلا عقلشون از دست میدن، تصرفاتشون خیلی تصرفات نامعقولی میشه. میاد میشنوید که مثلا میره هر جا تعریف میکنه که من طلاق گرفتم، نمیدونم همچین اظهار شادی میکنه. چرا؟ داره به خودش دروغ میکنه، داره میترسه که جامعه چطور بهش نگاه میکنن. تو جامعه اصلا خبر نیست، دیگران اصلا خبر نیستن، اما تو چشای همه میبینه که دارن به طور نفرینش میکنن، بعد میگن بهش، بعد نگاه میکنن. بعد از اون کم کم داره میاد عقلش کم کم راه سر جاش میاد، میگه چرا منو طلاق داد؟ نه طلاق نداده. میبینید انکار میکنه. یک حالت، یه ضربه محکم وقتی که به یک انسان میخوره، ضربه عاطفی خیلی خطرناکه. یک شوک روانی ایجاد میشه. دقیقاً. خیلی یادمون هست، یادتون هست وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت فرمودن، ببینید یک به اصطلاح محبت بسیار عمیقی که این اصلا شاید در لحظات عادی اینقدر ملموس نبود، خودشون نشون نمیده. بله یهو دیدن که از حضرت عمر که یک شخصیت بسیار قوی و یک انسان بسیار حکیم، هم از نظر جسمانی قوی، هم از نظر ایمانی قوی، هم از نظر درایت، از فهم، یه عبقری تاریخ هست، نابغه است، یه نابغه ای که اصلا در تاریخ نظیرش نیست. میاد میگه نه پیامبر خدا وفات نکرده. این همین نتیجه، همین شوکی است که وارد شده. دقیقاً همچین حالتی برای خانم‌ها به وجود میاد. نه منو طلاق نداد، شوخی میکرد، نه عصبانی بود، نه فلان، خودشو داره مثلا گول میزنه. بعد کم کم میاد میگه نه، باز شروع میکنه چرا منو طلاق داد، چرا شوهر فلانی زنشو طلاق نداد، چرا باز شروع میکنه به ملامت کردن خودش. یا برمیگرده و میفهمی که اشتباه کرده، یا نه واقعا دیگه اصلا امکان نداره، به جایی رسیده که به جایی که دیگه اصلا امکان این نیست. اینجاست که دیگه باز کم کم این به اصطلاح شوک رو قبولش میکنه. حالا همین کسی بود که میگفت اگه مردی منو طلاق بده، این حالت براش پیش میاد. خب بعد 3 ماه زیر 3 سقف تو یه خونه به عنوان محرم، اما حق نداره دستش بزن، با هم زندگی میکنن. خب حالا اگه بچه نبود که باز فضا خیلی دیگه بازتر. به هر حال این فرصت به وجود میاد 3 ماه. بعد از 3 ماه اینا از هم جدا میشن. در طول این 3 ماه هر لحظه بدون اجازه، نمیدونم بدون حرف زدن حتی، اینا میتونن برگردن. خب و ما حتی مرد میتونه برگرده بدون این حتی از زنش اجازه بگیره. خب بعد میاد این 3 ماه میگذره. اینا دیگه اگر مثلا برنگشتن تو این طول این 3 ماه، خب 3 ماه گذشت، بعدش چی؟ اینا از هم جدا میشه. خب الان باز چون که از این فضایی که با هم بودن جدا شدن، باز طرف این مقداری شاید مثلا عقلش به کار بیفته. البته خیلی زیباست وقتی ما میبینیم که خداوند متعال زن رو امر میکنه تو خونه خودش باشه، حق نداره بره بیرون، حق نداره بره تو خونه پدر مادرش. چرا؟ چون که بیرون شدن از این فضا به اطرافیان حق تصرف میده، دخالت میکنن. عمه میاد خوب کرده دخترم، این آدم نیست، این الاغ چلوف تو خود رو به اصطلاح ضایع کردی بودی ها. دوران در اطرافیان بار منفی میدن. خب و باعث میشن که به اصطلاح این فرصت بازگشت کمرنگتر بشه و ضعیفتر بشه. یعنی هر وقتی که فرد احساس میکنه میاد میشینه با خودش خلوت میکنه، تا یه سری پرونده های خودش رو ورق بزنه، نقاط ضعف و قوت رو بررسی بکنه، یک احساس های جدیدی که ایجاد میشه که شاید انگیزه‌ای برای برگشت بشه، اینها رو همونجا
به مجرد اینکه از زمین سر بلند کرد این جوانه امید، همونجا میکنن خفش میکنن، دقیقاً میکنن سرش. دقیقاً. مگه همین دختره نبود که قبل از ازدواج این آقا میگفت که این رؤیای من هست، فرشته رؤیای من هست و فلان هست؟ مگه همین آقا نبود که این میگفت که بله این به اصطلاح از دماغ فیل افتاده و نمیدونم فلان هست، با تو بابام نمیذاره و همه اینا. خب اینا بود، بدی هم داشت، نکات منفی هم داشت، اما نکات منفیشو اصلا نمیدید. الان یهو یک مواردی پیش اومد که نکات به اصطلاح منفی که توش بود اینا خیلی پررنگ شد. خوبی‌هاش چون که به اصطلاح خیلی عادی میرسید، مجانی به دست می اومد، هیچ براش ارزش نداشت، کم رنگ‌تر شد. اما باز 3 ماه که گذشت، تو این 3 ماه باز کم کم باز طرف سعی میبینه اوه چه خوبیایی این همسر من داشت و من توجه نکرده بودم. باز به اصطلاح اون خوبی‌ها پررنگ میشه. باز اون به اصطلاح بنا بهمون نیازهای فطری که انسان داره، باز اون کم و کاستیایی که توش بود کم رنگتر میشه و غالبا اینا به هم برمیگردن. خب در حالی که با هم هستند، این به اصطلاح مشکلات بسیار عمیق و بزرگی که به وجود اومده، چون که اینا با هم هستند، به هم نیاز دارن، این مشکل یهو کوچیک میشه تو چشم. اما اگر از خونه رفت بیرون، اون موارد خیلی کوچیک دیگران توش باد میکنن، مثل بادکنک گنده میشه، یک کاهی رو کوه میکنن، از کوهی میسازن، کلاغ چل خلاق میشه، قصه میفته تو دهن مردم. اما تو این موارد پیش میاد، اصلا شاید بیشتر افراد اطرافیان خبر نیستن. خب حالا اومد این 3 ماه تموم شد، بعد مرده زد به سرش نه من اشتباه کردم، میخوام برگردم. اینجا باید جریمه بشه. آقا برمیگردی، مهریه جدید، ازدواج جدید. نه پدر نمیخواد، برادر نمیخواد، بی خود کرده پدر و برادر که نمیخواد، حق ندارن دخالت کنن. کسی حق نداره جلوی این آقا که میخواد دوباره زنش رو برگردونه جلوشو بگیره. این حقشه که باز برگردونه. حالا برگردون، به حق دخترم هست اگر دوست داشته باشه دوباره به همین ازدواج بکنه. فقط بین این 2 تاست. اگه خودشون خواستن اگر خودشون خواستن، دیگران حق ندارن ممانعت کنن. خب یه مهریه، یک به اصطلاح ازدواج جدید با به اصطلاح شاهدان جدید. این ازدواج یعنی مجرد همین که کسی رو میارن عاقدی عقد بخونه و 2 تا شاهد، نیازی نه به محفل هست و نه مراسم هست و نه هیچ موردی نیست. حالا اومدن ازدواج جدید شد، خب همه میدونن دیگه یه موردی پیش اومد دیگه، الان از اون جو خانواده رفت بیرون، فضا پخش شده. خب بعد از این مدتی باز همون آش و همون کاسه، باز به هم خورد، اینا باز خروس جنگی شروع شد، باز به این نتیجه رسیدن که آقا نمیشه، باز طلاقش داد. باید کل این پروسه رو باز تکرار کنه. 3 ماه باز توی خونه همین حکایت ادامه داره. یعنی 6 ماه اینا نتونستن به هیچ وجهی با هم کنار بیان. باز این 3 ماه تموم شد. این فرصت دوم بود که به آقا داده شد، الطلاق مرتان. خب بعد از هم جدا شدن، باز طرف اومد نه من اشتباه کردم، غلط کردم، زنمو میخوام. خب باز میتونن برگردن. بار 3 ازدواج کردن و باز مدتی گذشت و طلاقش داد. دیگه الان این فرصت ها کلا از دستش رفت. الان دیگه جدایی است. دیگه حق ندارن که بعد برگردن به هم دیگه. اینا 3 بار تجربه ناموفق داشتن دیگه، صحبت دیگه امکان نداره که اینا با هم 6 ماه زیر یک سقف نتونستن با هم بسازن، بعدن میتونن بسازن، امکان نداره. خب حالا اومد و یه وقتی باز گفتن که آقا من به اصطلاح میخوام برگردم. نه آقا اجازه نیست الان، مگر اینی که این زن یک کسی دیگه بیاد با این ازدواج کنه. اون کس اومد ازدواج کرد، باز در زندگی با این نتونست بسازه، طلاقش داد. کل این ماجرا رو اون طی میکنه. طلاقش داد، 3 ماه باز توی خونه با اون موند،
بعد ازدواج کرد خوشش اومد، بعد نمیدونم دوباره طلاقش داد، باز هم چی شد، باز هم نساختن به هم، 3 بار اونم طلاقش داد. اون وقتی که به در حال یک 100 سالی یا 10 سالی گذشته تازه این آقا مثلا میتونه برگرده. خب قضیه طلاق یک حالت بسیار بسیار استثنایی و یک پروسه بسیار مشکلی هست. واسه همینه که دیگه فکر کردن در طلاق یک باید دو طرف بیاد بشینه و مثلا خط و نشان بکشه و نمیدونم فلان، یه برنامه ریزی بکنه که اوه چه دردسری داره ها، آیا به این میارزه یا نه، بیا با هم کنار بیاییم با هم بسازیم. اینه که عواملی که به اصطلاح باعث طلاق میشه باید روش خیلی دقیق و سنجیده فکر کرد. آیا من واقعا در فکر طلاق باید باشم، اصلا روی این حالت استثنایی اصلا نزدیکش برم؟ ببینید اینقدر این مهم هست که از اهمیتش خداوند متعال یک قانونی گذاشته که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که از جمله چیزایی که شوخی بردار نیست طلاق است، که طرف حتی حق نداری شوخی کنی. اگه به شوخی به زنت گفت طلاقه، لفظ رو حتی به شوخی هم نباید به زبان در بیاری. اینقدر این به اصطلاح باید احتیاط کرد. قضیه طلاق اینقدر باید احتیاط کرد. ما در مورد اسبابی که ذکر می‌کردیم در مورد طلاق یه سببی رو ذکر کردیم که بسیار حاد بود، قضیه خیانت یک واژه بسیار زشتی هم هست و یک پدیده بسیار زشتی هست که غالباً در خانواده هایی که یه نوع پایبندی دینی دارند، یه نوع به اصطلاح سنتی هستن، این اتفاقش بسیار بسیار کم هست. امروزه چرا زیاد شده؟ ما هر جا این رو میشنویم، این به خاطر به اصطلاح فرهنگ‌های دیگه است، به خاطر به اصطلاح انحرافاتی که به خانواده خودشون به دست خودشون آوردن تو خونه‌های خودشون. خب میارن فرهنگ‌های مبتذل و مستهجن دیگر رو میارن تو خونه‌هاشون رایج میکنن، ماهوارهایی که هست و فرهنگ‌های ابتذالی رو میاره تو خونه، نمیدونم اینترنت و استفاده های نادرست از اون. خب اینا باعث میشه که یک زشتی هایی که اصلا با فطرت انسانی در تضاد هست، یعنی تجاوز به حریم دیگران، تجاوز به ناموس دیگران، این یه چیز بسیار زشت و مستهجنی هست که انسان قدیم پدر بزرگای ما اصلا با این واژه آشنا نبودن و جایی اگر شنفته میشد انسان استفراغش میگرفت. الان این رو به عنوان یک مد روز داره به اصطلاح تلویزیون یا ماهواره به اصطلاح مستهجن به خانواده ها تلقین میکنه. خانواده ای که به اصطلاح تا دیروز به اصطلاح اینقدر پایبند به دین بود، الان میبینیم که نه، کم کم شل شد پایبندی، روابط به اصطلاح روابطی که مرزبندی های خاصی داشت این مرزبندی ها شکسته شد. همین این موارد به وجود اومد. خب ما خودمون به وجود آوردیم. خب بعد دیگه همین زنها میشینن با هم به اصطلاح چهچه میکنن که آقا دوست دختر داره، دوست اسمشو گذاشتن مثلا دوست دختر. یعنی چی دوست دختر؟ یک طرف با یک فاحشه که تا دیروز اسمش بود فاحشه، امروز شد دوست دختر. نمیدونم مرد نمیدونم هرزه اسمش شد چی؟ دوست پسر. حتی واژه ها رو ما داریم خودمون رو گول میزنیم. این واژه ها رو آوردیم در محیط خانوادگی اون خودمون، در محیط جامعه خودمون مطرح کردیم و خیلی زشته که ما بیاییم یه چیز رو واژه رو عوض کنیم. این یکی از راههای شیطان هست برای گول زدن انسان. شیطان وقتی قسم خورد که لأزینن لهم، یعنی من همه چیز رو براشون براق میکنم، همین به اصطلاح بوی تعفن شراب رو کی به اصطلاح تحمل میکنه؟ اصلا اسم شراب یه اسم بسیار زشتی بود. الان میاد میگه که آقا نوشیدنی های نمیدونم رو افزا، چیزای مزخرف، خودمون رو گول زدن.
خب میاد آقا این فرهنگ آورده تو خونهش، خب بعدش چی؟ این باعث میشه که یک نوع انحرافاتی بیاد. در مجموع الان خودمون نگاه کنیم قضیه به اصطلاح خیانت هایی که اتفاق میفته. حالا چرا این خیانت ها اتفاق میفته؟ جناب دکتر اگر اجازه بدید جواب این سوال رو، چون طولانی نشه صحبتمون، برای بینندگان عزیز خستم نشه، میام برنامه ببینیم برمیگردیم، چون من دوست دارم این موضوع رو بیشتر باز بکنیم. موضوع مهمی است که احساس میکنم که کمی ما باید راحت تر صحبت بکنیم در این باب تا مسائلی که خیلی وقتا مطرح نشده بیشتر مطرح بشه. میام برنامه میبینیم برمیگردیم ان شاء الله. بینندگان عزیز ادامه موضوع رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان
بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع طلاق، عوامل و اسبابش رو بررسی میکردیم به همراه شما خوبان. جناب دکتر به موضوعی باز اشاره فرمودن، زخمی بسیار دردناک و زخمی که جامعه ما تا چند دهه پیش با اون زیاد آشنا نبود و متاسفانه امروزه با وجود رسانه هایی که هست، با وجود تلویزیونی هایی که هست، با وجود اینترنت و شبکه های اینترنتی و آن فیلم هایی که هدفمند ساخته میشه، متاسفانه داره دامن زده میشه و تا دیروز خیلی واژه ها برامون تحملش سخت بود و خیلی زشت بود و خیلی نفرت آمیز و مشمئز کننده بود برای ما. اما امروز این واژه ها تغییر نام دادند، همان خبث و همون بدتینتی و همون پستی و رذالت دیروز امروز با تغییر نام و تغییر واژه ها نوعی تمدن به حساب اومد و نوعی کلاس و قیافه و مدرن بودن به شمار میاد. متاسفانه یکی از عواملی که میتونه سبب طلاق بشه و بلکه یکی از عواملی که انسان باید در موضوع طلاق بهش فکر بکنه بحث خیانت هست. خیانت برای یک انسان مسلمان تحملش سخت هست، از هر کسی که باشه، چه از مرد و چه از زن. درباره خیانت همسر به همسر با شما میخوایم صحبتی رو انجام بدیم و در این موضوع متاسفانه گرچه بسیاری از عزیزان شاید این رو مناسب نبینن که ما بخوایم این موضوعات رو مطرح بکنیم در فضای خانواده ما و انشاءالله که ما در بین مخاطبین خودمون اصلا از این موارد نداشته باشیم و انشاءالله حسن ظن و گمان ما این هست. اما هستن مواردی که در جامعه ما و اطرافیان ما متاسفانه چه به صورت آشکار و علل خصوص به صورت پنهانی به این مصیبت گرفتارن. خیانت همسر به همسر، جرمی که خیلی سنگینه برای انسانی که هنوز وجدان و اون فطرتش سالم باقی مونده باشه و در این مجال نتونه تحمل بکنه. متاسفانه فیلم هایی که هست خیلی دارن تبلیغ میکنن، خیلی تلاش میکنن تا این واژه ها رو عادی جلوه بدن، تا اینها رو برای ما خیلی عادی بکنن. وقتی که انسان در یک منجنابی، در یک باتلاقی، وقتی که در یک فضایی که بوی تعفنش همه جا رو فرا گرفته ابتدا وارد میشه، اونجا احساس میکنه. بارها شده ما از فضای خارج از خانه اومدیم حتی داخل خانه، بوی نامطبوعی است، بوی نامناسبی است. کسی که وارد میشه و مجرد اینکه وارد شد واکنش نشون میده، میگه بوی خوبی نیست اینجا، بوی چی هست؟ یا وارد یک آهنگری میشیم که به هر حال بوی دمش مطبوع نیست و با وجود احترام به همه عزیزان آهنگر زحمت کشی که لطف میکنن، زحمت میکشن، اما فضایی نیست که بشه بوش اونها رو هم اذیت میکنه، دیگران رو هم اذیت میکنه. به عنوان مثال داریم ذکر میکنیم وقتی که انسان وارد میشه ابتدا حساسیت نشون میده، وقتی که گذر زمان هی میره مینشینه و تحمل میکنه دیگه احساس میکنه که اینجا عادیه، یعنی این بو هم به مشامش بد نمیاد. کاری که همین فیلم ها دارن انجام میدن اینه. در ابتدا انسان بدش میاد، بعد مدتی گذرا میره با اون تزیین و زینتی که داده شده و زیبایی هایی که به تصویر کشیده میشه، اون احساس های دروغینی که گفته میشه، اون داستان هایی که فقط در خیال و در گمان یک عده انسان های بیمار به تصویر کشیده میشه و با دست های فتنه انگیز اونها نوشته میشه و با نقشه های خائنانی که اونها رو اجرا میکنن به خورد من و شما داده میشه، اینها همه متاسفانه سبب میشه که اون احساس ما رو میکشن و دیگه دید ما نسبت به این خیانت ها عادی میشه. حتی بعضیا نامش رو میذارن خیانت مشروع. بعضی از فیلم هایی با این عنوان هم هست، خیانتی که مشروعه، یعنی طرف حق داره که این کارو بکنه و این رو جزء حق انسانی اون شخص میدونن. جناب دکتر درباره خیانت اگر صحبت بکنیم، چه اسبابی اصلا
باعث میشه که این خیانت به وجود بیاد؟ در حقیقت یه نقطه رو باید مد نظر داشته باشیم و اون اینه که خداوند متعال یه قاعده کلی برای ما گذاشته و اون اینه که و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هیچ بلایی، یک مشکلی، یک موردی برای انسان به وجود نمیاد مگر سببش کی است؟ خود اون فرد. اگر ما در یک خانواده یک خدای نکرده با همچین موردی روبرو شدیم، حالا چه مرد یا چه زن این مورد رو در همسرش دید یا شک کرد یا به هر حال بو برد، اولین کاری که باید بکنه این یه مصیبت هست. مرد برای زن یه نعمت الهی است، زن برای مرد یه نعمت الهی است. چه بسا زنایی هستند که از این نعمت محرومند و چقدر آرزو دارند یه کوری کری شلی بیاد خواستگاریشون، به هر چیزیش راضی خب و از این نعمت محروم. و همچنین آقایونی که در به در هر خونه ای رو زدن پیش هر کس و ناکس رفتند، آقا کسی ما رو به غلامی قبول کنه، ما کسی ایشون رو به غلامی قبول نکرد. خب الان اومد همچنین موردی به وجود اومد، باید تلنگر به خودم بزنم که این مشکل من به وجودش آوردم. یعنی چی من به وجودش آوردم؟ من الان من نوعی مرد وقتی که یا زن حتی احساس میکنه که این خیانت رو همسرش داره انجام میده، حالا ثابت شد براش، حالا از گمان و چیز بگذاریم، الان این چه نقشی داره این شخص خودش؟ این که شما اشاره کردید من نوعی مرد و زن، یه نقطه بسیار حائز اهمیت هم اینجا هست و اون اینی که این درصد خیانت در زنها بسیار پایین‌تر هست از درصد خیانت در مردها، در حالی که زن این توان و قدرت به دام انداختن مردها رو بیشتر داره. یعنی اون فرصت براش بیشتر مهیا میشه، میتونه با یه تهدیدی طرف رو به دامش بندازه. یعنی زن مرد رو شکار کنه، زن مرد رو راحت‌تر میتونه شکار کنه. حالا مرد زن بهتر میتونه شکار کنه. با این وجود خیانت در زنها کمتره. چرا؟ چون که طبیعت و فطرتی که خداوند زن رو آفریده، زن رو طوری آفریده که قلب زن با یه مرد پر میشه، جایی برای مرد دیگه براش نیست. چه وقت مرد دیگه میتونه جا پیدا کنه؟ وقتی که یا زن خیلی منحرف بشه، چیزی به نام پایبندی و دین و مرام و عرف اصلا تو فرهنگش نباشه، این حالت بیماره دیگه، یه بیماری بسیار مهلک اجتماعی. یا اینی که این زن در یک باطلاقی از دوستان ناباب افتاده. زنهای هرزه زیادی دور و برش هستن که به صورت زنهای اهل فاحشه و نمیدونم دوست پسر و همچین میگن که این هم دهنش آب میفته و به صورت راه انحراف رو میبره، در حالی که این به اصطلاح پدیده زشت در مردها انگیزش بیشتره. اونم به خاطر چی؟ به خاطر فطرت مردانگیش. مرد طوری آفریده شده، خداوند متعال کلن در طبیعت اینجوریه. طبیعتی که خداوند مذکرها رو خلق کرده، حالا در انسانها باشه، در حیوانات باشه، در گیاهان باشه، همیشه تمایل مرد به چند همسری هست، رابطه با بیش از یکی داشتن. این رو اصلا پژوهش‌های علمی این رو ثابت کردن که تنها حتی در حیوانات تنها یه نوع مشخصی از موش هاست که این موش یه نوع مشخصی از موش ها که فقط با یه زن رابطه برقرار میکنه. یعنی انگیزه در مرد خیلی بیشتر هست، واسه همینه که انحرافش خیلی بیشتر هست، خیانت مردها خیلی بیشتر هست. پس اینی که مردها بیان زیاد رو زناشون گیر بندازند و رو هر به اصطلاح لبخندشون، رو هر نمیدونم مسیجشون، رو هر چیزشون شک کنن، این حق رو کمتر دارن و این مورد باید کمتر باشه، در حالی که از مردها حساسیت بیشتر نشون میدن با وجود این که خودشون بیشتر در این گرداب میتونن، در این باطلاق میتونن غرق شن. زن وقتی به اصطلاح به این طرف میره که یا همچین موردی داشته باشه یا ضعف عاطفی داشته باشه. این زنی بود که اصلا در کل مسیر زندگیش
تو کودکیش به اصطلاح عاطفه در خانواده ندید. پدر و مادر حالت ناهنجار اجتماعی داشتند، با هم مشکل داشتند، به این دختر نمیرسیدن، خب به احساس عاطفه نمیکردن باشه، محبت رو بهش تلقین نمیکردن، دلشو پر نکرده بودن. حالا یه شوهری اومد سر راه، اینم به خاطر فرار از اون جو، به امید اینی که این شوهر اشباع عاطفیش بکنه اومد شوهر کرد. اما یه شوهری بود که اصلا تو باغ نیست، بوغ از اون طرف. خب دیگه این و این زن هم فضا رو به صورت یه فضای دیگه هم در کنارش هست. یکی اولا ضعف به صورت پایبندی دینی داره، ترس از خدا نیست، اصلا دیانتش ضعیفه. یکی هم این به اصطلاح حرفای رومانسی که به اصطلاح توی تلویزیون ها میبینه، تو فیلم ها، ای دوست دارم، فدات بشم، عاشقتم، فلان، از این حرفا. این بیچاره یکی از اینا رو تو شوهرش ندیده، هر چی دیده زحمت است و کار است و تلاش است. این تشنگی عاطفی سبب میشه که تمایل پیدا کنه. تشنگی عاطفی و در عین حال نشناختن طبیعت مردم. یعنی چی؟ یعنی خیلی از این حرفایی که ما تو به اصطلاح فیلم‌ها می‌بینیم یا فیلمه، اونه که تو واقعیت دروغه. واقعیت چیه؟ واقعیت به اصطلاح هر مردی نمیاد برای زنش سوت بزنه، شعر رومانسی بخونه. حالا یه جوک هم بگیم. یه روزی یه خانومی از جایی رد میشد، دید که به اصطلاح نرگس خانم با شوهرش نشسته، به هر حال میگه که به شوهرش میگه که ماه رو ببین تو آسمون، ماه رو دیدی؟ شوهر همچین نگاه کرد، گفت این ماه زیبایی است اما ماه من زیباتره. خب این گفت پس ما حالا مریم بنده خدا به اصطلاح دختر دهات رفت، گفت منم برم به شوهرم همین کارو بکنم. رفتن به صورت چای آورد، نشستن بیرون، گفت که کلبلی ما رو دیدی؟ نگاه کرد، میگه چی؟ فکر کردی کورم؟ بله همین که میبینم. چی شده مگه؟ جفت پا پیده تو حالش هستن. الان اینه که به اصطلاح این خانم میخواد تقلید کنه این چیز. آقا در این عرف اجتماعی شهری این مسئله هست، اما عرف اجتماعی این که به اصطلاح اون میخواد به اصطلاح چون اینقدر مشغوله فلانه نمیتونه به همسرش برسه، حالا با یک به اصطلاح جمله‌ای، با یک حرفی، حقشه، حق زنه که بهش به اصطلاح برسونی، بفهمونی که دوستش داری. اما یه وقتی هست که آقایون این کار رو نمیکنن. یعنی حرف زدن همیشه ملاک محبت نیست. همینی که به اصطلاح از روستا اومده، از نمیدونم زمین اومده، کشاورزی کرده، یه هویج درازی دستش گرفته آورده برای خانمش، این از 100 تا به اصطلاح دوست دارم، عاشقتم، قربونت برم شهری پرمعناتره. اما مشکل اینه که این خانم اینو نمیبینه. چرا؟ چون تو تلویزیون یه چیزای دیگه میگفتن، تو فیلم‌ها یه چیزای دیگه میگفتن. ببینید هر انسانی شخصیت طرف مقابل رو باید شناخت. طرف مقابله که به اصطلاح یه مقداری که با هم باشیم، دو روزی که با هم ور بریم، دیگه من میدونم که آقای سلیمانی از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد. ادبیات رفتاری در محبت، ابراز محبت دقیقاً خود به خود مشخص میشه. یعنی هر کسی در ابراز محبت ادبیات خاص خودشه داره. الان دیگه من بیام که به اصطلاح باید چون که شوهر فلانی به زنش چه حرفایی میزنه، باید من همچین انتظاراتی به اصطلاح از همسر خودت داشته باشی. و همچنین به اصطلاح بعضی از خانم‌ها همینی که میاد خونه رو به اصطلاح مرتب میکنه، میاد استقبال میکنه، نمیدونم فلان میشه، یکم دیر کردی دل هوره داره فلان، اینو دیگه کمال محبت هست. خیلی خوبه که به اصطلاح زن بیاد این حرفو به شوهرش هم بگه که به اصطلاح دوستش داره. خب خیلی از شوهرها این رو به اصطلاح باز هم انتظار دارن. چرا؟ تو دیگه تو موبایل ها میبینن که به اصطلاح فلانی برای زنش قلبی میفرسته، بوسی میفرسته، نمیدونم فلان میفرسته، چرا زن من نمیفرسته؟ خب این چیزا به هر حال یه چیزایی که به اصطلاح فرهنگایی که الان ساخته میشه یا در بعضی از جوامع هست، اینو باید مد نظر داشته باشن. به خصوص آقایونی که از به اصطلاح خانواده‌ای کم دورتر زن میگیرند، از فرهنگ‌های دیگه زن میگیرند. توی فرهنگ یه چیزی به صورت تو فرهنگ ما خیلی خوبه، در فرهنگ کسی دیگه یا در فرهنگ جایی که من ازش زن گرفتم خیلی کار حرف زشتی هست.
تصرف زشتی است. اونا زیاد بهش به اصطلاح بها نمیدن. برای ما ارزش بود، برای اون زیاد ارزش هست. دقیقاً اینا در یک خانواده خیلی نزدیک یه چیزی تو خونه ما خیلی عادی هست، خب اما تو خونه عمو این کار اینطوری نیست. عیبه. خب یه فرهنگایی که به اصطلاح ما فرهنگای داخلی خاص خودمون داریم، خانوادگی داریم، فامیلی داریم، محله و نمیدونم اینا رو باید مد نظر داشته باشیم در روابط به اصطلاح زناشویی که هست. بله، اما باید اشباع عاطفی باشه. اینی که به اصطلاح مهمترین عواملی که به اصطلاح گفتیم باعث انحراف میشه بعد از عدم پایبندی بدین. عدم پایبندی بدین این ضربه است که ما خودمون به خودمون میزنیم. این یک انگار یه تبریه که تو هر خانواده‌ای که پایبندی بدین نبود به اصطلاح فضا برای لغزش خیلی زیاد هست. شیطان هم که نمرده. باغی که پر از میوه است، میوه های بسیار زیبایی هم داره، پشت ماشاءالله خوش رنگ هم است، اما دیوار و نگهبانی نداره. دیگه الان در این باغ صاحب باغ هر لحظه احتمال میده که یعنی باید حتی احتمال بده که شاید مورد سرقت قرار بگیره سرمایه های این باغ. و یه راه هم داره، بیشتر هم نه. یه دیوار بکشه دورش. یه دیوار بکشه. پس باید این پایبندی به دین رو در خانواده هامون خیلی پررنگ کنیم. ترس از خدا، شناخت خدا، اینی که خداوند مراقب ما هست، جهنمی هست و بازخواستی هست، همه اینها باید مد نظر باشه. اگر این کار رو نکردیم و ما اصابک من سیئة فمن نفسک، این چاهیه که خودمون کندیم، خودمون اگر توش افتادیم کسی رو ملامت نکنیم. در کنار این پایبندی خب اون یه به اصطلاح نیازهایی که طرف چرا ازدواج کرد؟ بله. خب طرف ازدواج کرد که نیازی داشت. خب یه نیازهای فطری که خداوند متعال در هر انسانی گذاشته، هم تو دخترها هست هم تو پسر. خب این نیازها عیب نیست، انگار همون نیازهایی که مثل که گرسنگی، طرف گرسنه است باید بخوره. خب این نیاز هست، برای اشباع این نیاز ازدواج کرد. الان اگر این نیاز اشباع نشد، این نیاز روح و جسم دیگه، نیاز داره. حالا باید دنبال باشیم مسئله چی است. اینجا جای عیب نیست، خجالت بکشیم فلان بکشیم، نه آقا برو پیش یک پزشک ببین آقا مورد خاصی نداره. بسیاری بیشترین به اصطلاح بیماری های جنسی اینا قابل درمان هست و درمانش هم خیلی مشکل نیست. با 2 بار 3 بار مراجعه کردن پزشک قضیه حل میشه و دیگه اصلا اون مواردی که به اصطلاح باعث تنش میشد در خانواده رو به هم میریخت، باعث خدای نکرده به انحراف میشد و اینا دیدیم که به یک صورتی به اصطلاح حل شد. شما دکتر اجازه بدید من مقداری راحت تر صحبت کنم در این موضوع. الان در همین مسئله، چون بالاخره این مشکلی هست که وجود داره، یک مشکلی است، یک ضعف جنسی است از یکی از دو طرف، اما قدرت بیان نداره شخص، چه مرد چه زن، احساس میکنه که مناسب نیست بگه یا تحمل میکنه یا به هر حال خجالت میکشه به هر دلیلی و این خودش بهانه‌گیری هایی رو سبب شده، این مشکلات دیگری رو شخص میبینه که طرف اخماش تو هم و نمیدونم اینطور و اونطور رو نمیتونن به زبان بیاره. اینا چیکار کنن این افراد؟ یکی این موارد هست و اصلا خود این شخص از کجا تشخیص بده که این مشکل هست؟ یه موردی هست، اون قدیما وقتی که به اصطلاح یه جوونی رو ازدواج میدادن، چه کار میکردن؟ یه پدر بزرگی، حالا پدر یا عمو اینا مثلا خجالت میکشیدن، یه پیرمردی میگرفت جوون رو میبرد یه دوری به اصطلاح 2 ساعت باش پچ پچ میکرد. چی بهش میگفت؟ فن و فوتهای شیوه به اصطلاح آمیزش و نمیدونم روابط زناشویی، همون مسائلی که به اصطلاح همه ازش خجالت میکشن. امروز متاسفانه همینطور هم با دختر خانم رو یک نمیدونم مادر بزرگی عمه‌ای میبرد یه گوشه، باز 2 ساعت کسی رو اون طرفا نمیذاشتن، پچ پچ میکرد تو گوشش، به اصطلاح این فن و فوتا رو بهش یاد میداد. خب اما امروزه پدر مادر به این تصور که آقا همه چیزو الان همه میدونن، نیازی نیست.
یه تصور غلط هست. حالا هر چیزی یه فن و فوت خاص خودش رو داره. اینها باید آموزش داده بشه. نمیتونن، نمیدونم جو اجتماعیشون اینقدر گره خورده که این مسائل رو نمیتونن. آقا کتاب هست تو این مسائل، کتابایی هست تو بازار به اصطلاح فروش میره. آقا نمیدونم آیین زناشویی و نمیدونم قوانین و فن و فوت‌های زناشویی و فلان. آقا برو یه کتاب بگیر. چطور این گناه مردم میبینن؟ خیلی آدما خب بابا خجالت میکشی، همین جلد کتاب رو پرش کن، یه نمیدونم روزنامه به پیش دارش. اینا رو باید یاد گرفت، هم آقایون هم خانوما. خب یه موردی هست که در این مسائل به اصطلاح اشباع غریزه مرد بیشتر اشباع فیزیکی است و اشباع غریزه زن بیشتر اشباع عاطفی است. این موارد رو باید مد نظر داشته باشند. آقایون به خصوص این نکات رو خیلی راحت یاد میگیرن و ببینید خجالت کشیدن در فرهنگ زناشویی کاملا یه چیز پوچ و بی‌معنایی هست. شمایی که با هم کلا بیگانه بودین یهو شدید مال هم دیگه، همه یه حجاب و همه یه نمیدونم پرده ها برداشته شد، خودتون شدید لباس هم دیگه، خودتون شدید لباس هم. تعبیر قرآنی، تعبیر قرآن دقیقاً لباس لکم و انتم لباس لهن. آقا من نمیدونم خیلی مسائلی هست در مسائل زناشویی اصلا تعبیر قرآن کریم که به اصطلاح این مسئله رو مثل حرث لکم، انگار یک زمین کشاورزی و به اصطلاح برنامه کشاورزی است، اینطور مطرح میکنه. خیلی از مسائلی که به اصطلاح خانواده هایی که آقایونی که به اصطلاح صاحب فرزند نمیشن، خانمایی که صاحب فرزند نمیشن، بسیارشون به این مسائل برمیگرده. نمیدونن راه و رسم به اصطلاح فرزنددار شدن چی هست. خب هر چیزی یه فن و فوت خاص خودش رو داره. اینا رو یاد نمیگیرن، خجالت میکشن که به اصطلاح بپرسن. این خجالت کشیدن کلاً بی‌معناست. این هم از وسوسه‌های شیطانی است. چون دکتر یک واقعیتی که هست الان ما متاسفانه حتی بیان کردن این موضوع برای ما الان در فرهنگی که ما داریم حداقل داریم زندگی میکنیم، من جامعه فارسی زبان و کسانی که در این محیط جامعه هستن، حالا به هر زبانی عزیزانی که صحبت میکنن، متاسفانه ما هنوز این مسئله برای ما حل نشده. یعنی حتی از مطرح کردن اون ما شرم داریم توی مسائلی که مطرح میشه و این چه بسا که همین خودش شده سبب انحراف. و خب جوان دوست داره که بازی گوشی میکنه که یاد بگیره، حقش هم هست که بالاخره این مسائل رو یاد داشته باشه، شاید بره سراغ یک سری سایت ها بره و در اینترنت میگرده و معلوم نیست که سر از کجا در میاره در اینترنت. الان اصلا چرا این خجالت رو به وجود اومده و ما چیکار بکنیم که این خجالت تا اون حدی که بالاخره به ما اجازه داده شرع و نیاز ما هست ما این رو کنار بگذاریم و اجازه ندیم که فرزندان ما و کسانی که در محیط ما هستن به انحراف کشیده بشن. ببینید یک نیاز هست و یک مشکل هست. الان اگر این رو ما از شیوه درستش حل نکنیم یه بیماری هست. اگر ما نریم پیش متخصصش و داروی معین و درستی به ما نده، طرف چیکار میکنه؟ میره خودش میگرده یه دارویی، آقا این گفته که نمیدونم مارمولک رو بگیر بذارش تو آب و نمیدونم 2 روز آبش بپوسه، این رو برای این بیماریت خوبه. این کارا رو میکنه. میره پیش تعویض نویس و نمیدونم پیش جادوگر و پیش فلان و فلان، برای میخواد که از این مشکل راهی پیدا کنه. اینه که اگر ما راه و رسم درست رو یاد ندیم، طرف میره راه رسم اشتباه رو یاد میگه. راه رسم اشتباه چی میشه؟ الان همین موردی که شما اشاره کردید، طرف میره دنبال رسیدن به اصطلاح اون چیزی که نیاز داره، فکر میکنه کمبود داره توش، میره سر میزنه به چی؟ سایت های اینترنتی و اینا، یا به فیلم های مبتذل. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یک وسواس جنسی براش به وجود میاد، یک وسوسه جنسی و یک بیماری جنسی. چرا؟ چون که این طرف فکر میکنه هر آنچه که در فیلم دید یا در سایت ها دید اینا درسته. اصلا اون چیزایی که در فیلم ها هست، در سایت هاست، اون براش میشه ملاک. اونا میشه ملاک. خب اینا اصلا برای چی هست؟ برای بازاریابی، برای موارد خاصی.
تجارته. طرف فیلم درست کرده عاشق من بوده که بسیار برای این همه هزینه کنه فیلم درست کنه. نه آقا، طرف میخواد بگه که نمیدونم فلان دارو رو استفاده کنیم. این دارو رو درست کرده، حالا این دارو چه به اصطلاح عوارضی داره، چه مشکلاتی داره. خیلی از این داروها نمیدونم باعث میشه که کلیه‌های اطراف از کار بیفته، که یه بلا و یه مریضیایی به وجود میاد. اون دنبال فروش مال خودشه. اون تو مال خودش هست. واسه فروش اومده یک نوع به اصطلاح صحنه سازی کرده. اون صحنه ای که این آقا دیدش و فکر کرد حقیقت هست، اون صحنه یه صحنه ساختگی است. اون فیلمی که اون دید، اون لحظه مثلا اشباع جنسی عاطفی که به اصطلاح اون طرف در یه فیلمی مشاهده میکنه، آقا این کار یه ماه هست. 100 مورد رو گرفتن به هم چسبوندن، 100 نمیدونم دارو اینا استفاده. واسه همینه که این افرادی که به اصطلاح در فیلم‌های جنسی بازی میکنن، بازیگران فیلم‌های جنسی، حداکثر مدت زمانی که در این فیلم‌ها بازی میکنن 5 سال است. بعد از 5 سال این در حداکثرش است. وقتی که نمیدونم داروها رو طبق به اصطلاح پزشکای متخصصی که هستند اینا استفاده میکنند، بعد از 5 سال کلاً به اصطلاح قدرت جنسیش رو کلاً از دست میده، که نه اونجا دیگه دارو براش کار میاد، نه عمل جراحی کار میاد، نه هیچ. پس این یک وسوسه درست میکنه طرفی که مشاهده میکنه و همیشه احساس میکنه که ضعف جنسی داره. این فکر وقتی که تو سرش اومد، همین که طرف احساس کرد ضعف جنسی داره، ضعف جنسی به وجود میاد. چرا؟ تلقین میکنه به خودش تلقین کرده. عقل باطنش با این تلقین، با این حرفی که زده، واکنش نشون میده، در حالی که اصلا اون بیماری نداره، اصلا کلا قدرت جنسیش طبیعی هست. اما چون که به اصطلاح راه رو اشتباه رفت، خب پیامدش همین است، همونطور که به اصطلاح قاعده قرآنی به ما گفت و ما اصابکم من سیئت، هر بلایی، هر اشتباهی، هر لغزشی که به وجود اومد براتون، فمن نفسی، هر چیزی که برای خودت، هر لغزشی که برای خودت به وجود اومد، از خودت هست. پس به جای این که من دنبال علاج و درمان در جای دیگه بگردم، باید خودم بگردم. پس جنابتون، حالا به خاطر اینکه بحث جمع‌ترش کنیم، ما الان فرمودید که یکی از مشکلاتی که و عواملی که سبب خیانت میشه، خیانت به هر حال زوجین به هم دیگه، مسئله بحث ضعف جنسی است که برای حل این مشکل باید همسران محترم قدم بردارن. دقیقاً. از راه درستش صریح باشن، آشکارا. این یه موردی است که باید شوخی بردارم نیست. اینه که هر زنی به شوهرش بگه که چطور اون رو اشباع میکنه و چه از اون میخواد. پرده شرم و حیا رو بگذارن کنار. دقیقاً. و همچنین مردا به زناشون بگن که چطور مثلا میتونن اون رو اشباع بکنن. ببین، ازدواج یعنی چی؟ ازدواجی که قرآن کریم اون رو میثاق غلیظ اسمش رو گذاشته، پیمان بسیار مستحکم. این پیمان مستحکم چیه؟ مبناش چیه؟ مبناش اینه که آقا من قسم یاد میکنم، پروسه ازدواج اینه، من قسم یاد میکنم که این خانم رو میخوام خوشبختش کنم، خب مودت و رحمت به وجود بیارم. خانم میگه که من قسم یاد میثاق دیگه، عهد و پیمان هست، من عهد و پیمان میبندم که این آقا رو خوشبختش میکنم. این معنای ازدواج هست. ما با هم عهد و پیمان بستیم، اونم عهد و پیمان بسیار غلیظ، سخت، محکم، که آقا من این رو خوشبختش میکنم. حالا تصور کنیم این عهد و پیمان رو ما بستیم، اومدیم دعوا و خروج جنگی رو می‌اندازیم. آقا چرا من میگفتم که این کار بکن، این کار نکردی، فلان نکردی، این از این ور از اون ور، من از بهش گفتم تو احترام نذاری، تو نمیدونم به مواظب من نیستی، تو برم. خب حالا اومدیم روز قیامت پیش خداوند چی میپرسه؟ میپرسه که تو عهد و پیمان بستی که این خانم رو خوشبخت کنی، چیکار کردی؟
خدایا مگه ندیدی خودت که میدونستی که این کار کرد با من، این حرفو زد؟ خدا من میگه بله میدونستم، اونو حسابش میکنم، بهش میرسم، نوبتی اونم میاد. شما چی کار کردی؟ خانم میگه که خانم شما که عهد و پیمان بستید که من به اصطلاح اون چیزی که کلا حرام بود و برای شما حلال کردم بر مبنای این عهد و پیمان، شما دو تا بیگانه رو مثل هم کردم و یک کردم. خب چی کار کردی؟ خدایا خودت که آگاه بودی، گواه بودی، این اصلا میومد عصبانی بود. بابا اون رو حساب شما میرسیم. تو چه کار کردی؟ پس قضیه منم. هر کسی وظیفه در قضیه ازدواج، هر کسی این وظیفه رو داره که طرف مقابل رو خوشبخت کنه. حالا اگر اون طرف مقابل قدرشناس نبود، نمیدونم کوتاهی کرد، نمیدونم اشتباه کرد، لغزش کرد، اون یه مورد دیگه است. اون مورد رو در کنار خودش باید اصلاح کرد. اما اینی که من بگم نه چون که اون کوتاهی میکنه منم میکنم، کوتاهی اون دلیل و توجیه اشتباه من نمیشه. این حرف ما رو میکشونه به این چی؟ به این فرهنگ زشت به اصطلاح پلید که در به اصطلاح رسانه‌ها میگن که به من خیانت کرد پس من بهش خیانت میکنم. تو به اون خیانت نمیکنی، تو داری به اون عهد و پیمانی که بستی، به اون عهد و پیمانی که ملاکش به اصطلاح یک دین بود، یک عرف بود، یک روابطی که کلن حرام بود بر مبنای اون حلال شد برات و فردا جوابگو هستی نزد خداوند، داری خیانت میکنی. تو در واقع داری به خودت خیانت میکنی. ما چیزی به اینی که زن به شوهرش خیانت کرده نداریم یا شوهر به زن خیانت کرده نداریم. فرد به خودش خیانت کرده، خودش رو داغون کرده و انعکاس هم داره. انعکاسش اینه که خاصتا در مسائل خیانت همیشه کسی که خیانت کرد چوبش رو میخوره. کسی که خیانت کرد چوبش رو میخوره. ببینید طرف رفت با یک دختر هرزه رابطه برقرار کرد. خب این دختر چی بود؟ این دختر شوهر داشت یا زن بود؟ شوهر داشت، پدر داشت، برادر داشت، خواهر داشت. همه اینا خیانت کرد و با همین چوب زده میشه. طوری به اصطلاح بهش خیانت میشه چون که دختر خودش داره، به دخترش خیانت میشه تا درد اون پدر رو بچشه. به خواهرش خیانت میشه تا درد اون برادر رو بچشه. به برادرش خیانت میشه تا درد اون خواهر رو بچشه. و همینطور یک چاهی کن که خودش تو اون باطلاق فرو میره و دیگه راه فراری هم نیست. پس این قضیه خیانت خیلی مهم است که این رو باید مد نظر داشته باشیم که آقا و شیطان هم همون گفتیم نمرده و رسول خدا صلی الله علیه وسلم خیلی شفاف فرمودن که آقا حفت النار به شهوات، جهنم با خوشگذرانی و لذت و نمیدونم شهوت ها پوشیده شده. همینه که ببینید طرف وقتی خیلی این اتفاق میفته، طرف زنی داره مثل شاخ شمشاد، مثل ماه، رفته خیانت کرده، نمیدونم یه دختر هرزه‌ای که به اصطلاح اسمشو گذاشته دوست دختر، وقتی نگاش میکنی خدایا به بزرگی یه دختری که به اصطلاح اصلا نه شکل و قیافه‌ای داره، نه اخلاقی داره، نه اما شیطان زینت میده کار. قصه بسیار زیبایی هست. یه شاعری بود، کور بود، اسمش بشار ابن برد هست، خیلی مشهور است، شاعر عربی هست، یه شاعر هرزه، شعرهای هرز می‌گفت و نمیدونم فلان الان. این با یه زنی با همین کوریش رفت رابطه به اصطلاح سلامی و خنده و فلانی و آخرش هم زن هم بازیگوشی بود، این رو به دام انداخت، باش یه به اصطلاح وعده‌ای گذاشت جای. بعد همین زنه رفت به زن بشار خبر داد که من شوهرت رو اینجور به اصطلاح خرش کردم. گفت خب پس بذار من برم. رفت سر همون وعده، زنش رفت سر وعده،
و همینجور پچ 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 کارشون رو کردن. بعد زنه بهش گفت که بشار چی کار کردی؟ یه همون تویی؟ منو گول زدی؟ بعد خودش میگفت به خدا قسم خیلی خوشمزه بودی. تو حرام احساس لذت کرد در حالی که این حلال براش مهیا بود. اونجا احساس لذت نمی‌کرد. همیشه این کار شیطان است. تصور و دیدگاه. بله، براش اینقدر همون چیز زشت و همون چیزی که به اصطلاح نفرت آور هست، همون چیزی که استفراغ آور هست، اون رو اونقدر براش زینت میده. اون حلال رو داشتی. خب حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اون حدیثی به اصطلاح شب معراج وقتی رفتن به بهشت دیدن بعضیا دارن گوشت پوسیده کرم زده گندو میخورن. اینا کیان؟ اینا همونایی هستن در حالی که کنارشون بهترین گوشت به اصطلاح تمیز و بهداشتی و صاف و اینا هست. اینا اونایی بودن که راه حلال رو گذاشتن که خداوند براشون مهیا کرده بود، رفتن راه حرام رو گرفتن. دقیقا همین تصویره. خودشون هم وقتی که حرام رو انجام میدن احساس آرامش ندارن، احساس دلهره دارن، بعد از اون دلهره دارن، در حالی که این براشون مهیا بود. جناب دکتر تا پایان برنامه 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. ما این موضوع رو ان شاءالله ادامه خواهیم داد در برنامه بعدی به همراه شما بینندگان عزیز. ولی در تعریف خیانت چه مواردی رو همسر اگر از همسر خودش مشاهده کرد این رو یک خیانت حساب بکنه؟ آیا به هر حال ما کمی در تعریف این موضوع هم بیشتر وارد بشیم تا باز خدای نکرده سوء برداشت نشه از صحبت و به مجرد اینکه یک اتفاقی افتاده یک شبهه‌ای ایجاد شده، سوء تفاهمی ایجاد شد، مردی یا زنی شوهرش رو به خیانت متهم نکنه. وقتی ما صحبت از خیانت میکنیم در رابطه زناشویی چه مواردی میتونه معنای خیانت باشه؟ ببینید قضیه خیانت یا تهمت زدن بله. این قضیه بسیار حادی هست که هیچ زنی یا هیچ مردی حق نداره تا وقتی که بسیار قضیه روشن و شفاف نشده خب تهمت بزن. اگر مثلا خانمه یا آقای به اصطلاح شوهرش رو تهمت زد و این رو مطرح کرد در جامعه، حالا امکان داره که بین خودشون یک سوء تفاهمی به وجود بیاد. اون سوء تفاهم رو باید در اولین فرصتی که به وجود اومد حل کنن، مطرحش کنن که ببینن که آقا چی شده، نه به این صورت که بیان به دیگه تهمت بزنن. یکی از بدترین مواردی که هست اینه که زن به شوهرش نشون بده که بهش اعتماد نداره، یا شوهر تو هر به اصطلاح حرکت زن شک کنه. این مورد رو باید در اولین فرصت این رو حل کنن، شفاف. خب چون که این پیامدهای بد داره. یعنی هر مورد مشکوکی شما میفهمید مشاهده شد مطرح کنن، هر مورد مشکوکی رو باید بازش کنن. خب کی بود که تلفن کرد؟ فلانی. تموم شد. خب اینی که به اصطلاح زن اومد به اصطلاح رو شوهرت شک کرد، از چیزی دید، مورد خاصی تو کیفش دید، لباسشو میشستی چیزی دید تو لباسش، نمیدونم تلفنی اومد به اصطلاح شوهر بلند شد رفت گوشه اینطوری نگاه میکنه، این دلیل این نیست که به اصطلاح با رفیقش مشکل داره، نمیخواد خبر بشه، نمیخواد زنش خانواده خودش قضیه به اصطلاح خواهرش با شوهرش به اصطلاح مشکل داره، نمیخواد که زنش خبر بشه. خب یه مواردی مثل این چونینی میپرسه و اینجاست که شوهرم نباید این فضا رو برای زنش بذاره که به اصطلاح شکش بیشتر بشه. میگه که مورد این چونینی بود. در این موارد هر چه زن گفت یا هر چه شوهر گفت باید اعتماد کرد روش. یعنی اگر الان مردی یا زنی نسبت به یک حرکتی از همسر خودش مشکوک شد مطرح میکنه و هر چی که شنید چون الان هیچ دلیلی نداره. خانمم اومد باز کرد چی من به اصطلاح من موبایلم دستش داشتم مثلا به اصطلاح واتساپ رو نگاه می‌کردم ببین مادرم چی فرستاده عکس‌ها رو ببین و فلان، بستم واتساپ دیگه باز شد، اسم خانومی هست. خب
قلبی هم گذاشته توپ میزنه. خب اصلا من قبل از اینکه خانم بگه باید من این رو روشن کنم. خانم این مریمی که از خواهر بزرگمه، یک وقت اشتباه نکنی، من باید حلش کنم. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند شیطان در انسان از مثل خونش در جریان میفته. پیامبر خداست، کسی رو پیامبر میتونه شک کنه؟ اعتمادی که مردم داشتند و پیامبر به هر حال، خب از این بزرگتر وصفش دیگه چی؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جلوی مسجد ایستادن، همسرشون میاد شب تاریک، 2 نفر از اون طرف دارن میان، میبینن که رسول الله صلی الله علیه و سلم با خانومی هست. خب طبعا دیگه یا همسرشونه یا خویشه بسیار محرمشونه، حتما در دل صحابه همچین هیچ موردی همچین پیش نمیاد. از اونجا خب ما نباید از اینجا بریم، شاید حرف خاصی دارن میزنن. از اون طرف رفتن یکم سریعتر رفتن که چیزی به گوششون نخوره. پیامبر خدا تا اونا رو دید صداشون زد وایسی، ایشون صفیه هستند خانمم. اونا اصلا تعجب کردن که یا رسول الله مگه امکان داره ما شک کنیم رو سر شما؟ فرمودن نه، اما شیطانه که تو مویرگ‌های آدم حرکت میکنه. پس مسائل این چنینی رو باید خودمون مطرح کنیم. چی به اصطلاح تلفن خانمم رو گرفتم، یه شماره یه آقای افتاده، این قبل از اینکه من بپرسم باید ایشون اینقدر ذکاوت داشته باشه سری جواب بده که این تلفن برادرمه ها، دادا به اصطلاح ضبطش نکردم، خوبه یه تلفنی بهش بکنی، سلام علیکی بکنی، بنده خدا خیلی وقت باشه چی نکردیم، تو مطمئن بشه که این همون شخص. نذار هیچ راههایی به اصطلاح یه بنبستایی برای شیطان بزنیم که هیچ وقت نتونه به اصطلاح تو این مسائل بیاد. شوهرم به اصطلاح گفت که آقا این همکارمه، بنده خدا خیلی خانم به اصطلاح با لطفی هست، وقتی میبینی خیلی منو دوست داره، به من لطف خاصی داره، پیرزن بنده خدا به اصطلاح بچه‌ای داشته به عمر من وفات کرده، منو مثل بچه‌ش میدونه. اینو گفت. حالا من شاید 90% مطمئنم که دروغ میگه، باید قبول کنم منم دروغگو، ایشون راست میگه. الان چه کار باید بکنم؟ ببینم که چه چیزی باعث شده شوهر من به کسی دیگه متمایل بشه، باید این رو روش فکر کنم، نه اینی که بیام با اون در بیفتم یا با اون خانومه رقابت کنم. رقابت باید با چی بکنم؟ با اون به اصطلاح کمبودی، فضایی که من در قلب شوهرم خالی گذاشتم که کسی دیگه تونسته اون پر کنه. باید اینو حلش کنم و خانم ها باید این مسئله رو مد نظر داشته باشن. بیشتر مواردی که به وجود میاد همونطور که در ابتدا گفتم، آقایون تمایل انگیزه به اصطلاح تعدد و چند همسری درشون خیلی بالاست. در کل طبیعت اینطوری هست، در حیوانات و در انسانها و در شرندگان و پرندگان همه. اینجاست که نباید زن به اصطلاح هیچ فضایی برای شوهرش بذاره، نباید بهش نای حرکت بده تا کسی دیگه بتونه به اصطلاح جای خالیشو پر کنه. خیلی ممنونم جناب دکتر. ما وقتمون کاملا به پایان رسید، اما ان شاءالله موضوع رو ادامه خواهیم داد. به همراه شما بینندگان عزیز، موضوع بحث طلاق به صورت یک عنوان کلی و عوامل طلاق که در موضوع خیانت همسر با هم، دو همسر داشتیم صحبت می‌کردیم و ان شاءالله همین موضوع یعنی خیانت همسرها به هم رو در برنامه بعدی بیاری الله متعال اگر لقا و بقا مقدر بود ان شاءالله ادامه خواهیم داد. جناب دکتر صحبت پایانی شما بینندگان. من هم از شما و هم از شبکه جهانی وصال حق و هم از بینندگان که تا این لحظه با ما همراه بودن کمال سپاس و تشکر رو دارم و خیلی هم به اصطلاح پوزش می‌طلبیم اگر احیانا یه مقداری بیش از اندازه صراحت داشتیم که البته در جلسات بعدی من قبل با این پوزش شما رو باز میشکنم، باز یه با پوزش دیگه میخوام که یه مقداری بیشتر صراحت به خرج میدیم، چون که به هر حال یک مواردی هست که توش نباید شرم و حیا کرد. خیلی ممنونم جناب دکتر. حتما بینندگان عزیز هم
به هر حال خودشون خود اهمیت موضوع رو با ما اتفاق نظر دارن در اهمیت موضوع، برای اینکه ما خیلی راحت تر صحبت بکنیم، صحبت هایی که خیلی جاها مطرح نمیشه و وقتی که نیاز جامعه است، وقتی که مشکل ماست، وقتی که همه ما به این اعتراف داریم که یک مشکل هست و یک نیاز هست و یک بیماری هست، پس چرا شرم میکنیم؟ پس چرا در جایی که قرآن کریم در آیات کلام الله مجید که به عنوان عبادت ما در نمازهای خودمون اون رو میخونیم، به عنوان عبادت و تقرب با الله تعالی صحبت کرده و مطرح کرده، پس چرا دیگه ما شرم میکنیم؟ در چارچوب آنچه که شرع مقدس اسلام به ما اجازه میده این مسائل رو بیشتر باز خواهیم کرد به همراه شما. بینندگان عزیز، اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد، سوالی در این موضوع طلاق، موضوع خیانت همسرها به هم دیگه و هر چیزی که مرتبط است به سفره دل دارید، میتونید در خلال هفته تا برنامه گذشته از طریق راه‌های مختلف، صفحه فیسبوک سفره دل و همچنین از طریق واتساپ و از طریق تلگرام و از طریق اینستاگرام و از طریق SMS، از طریق پیامگیر صوتی و همه این راه‌ها میتونید عزیزان برای ما پیام بفرستید برای سفره دل و انشاءالله حتما در موضوع برنامه آینده در خدمت جناب دکتر مطرح خواهد شد. تشکر خاص دارم از احمد جان، از فرید احمد و منیر احمد و محمد رفیع عزیز در قسمت کنترل، همچنین از همه شما خوبان که تا این لحظه ما رو یاری کردید. در پایان از الله متعال برای خودمون و همه گذشتگان خودمون از الله متعال مغفرت، رحمت و بخشش رو خواهانیم و همه شما خوبان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. متشکرم. سلامت باشید. جزاکم الله خیر. خیلی ممنون، لطف داشتید.